راه معلومه چیه؟ راه تغییر از درون صندوق رأی. اینجا راه تثبیت جهتگیری دولت شهید رئیسی است از درون صندوق رأی. اینا آب به لونه‌شون افتاده، احساس کردن که خبریه. لذا امروز که جریان انقلاب یک پارچه است، بحمدالله هم آقای قالیباف هم آقای قاضی‌زاده هاشمی هم دیگران همه حمایتشون رو اعلام کردن از آقای دکتر جلیلی. پیشین آقای دکتر جلیلی هم معلومه، بعدا همون بیان کردن، مشخصه. دولت هم فرد اداره نمی کنه، دولت رو تیم اداره میکنه، تیم اداره میکنه. مگه آقای خاتمی رئیس جمهور شد خیلی کار اجرایی کرده بود؟ حد اکثری که زحمت کشیده بود وزارت ارشاد چند هزار نفره اداره کرده بود. معلوم وزارت ارشاد که وزارت آموزش پرورش نیستش که، معلوم چی؟ آقای روحانی چی؟ معلوم. سر ما رو باید بالا بزنید. هم به حمدالله توانش رو داره، هم تیم داره، هم ایده تغییر داره، وعده به غیر نمیده و تلاشش این هستش که مشکل کشور حل بشه، که مشکل کشور قابل حل ده. ما هیچ بنبستی نداریم.